به نام خالق هستی، شهلا سعادت هستم، رئیس شرکت تجارتی سعادت بانو. حدود 3 سال میشه که در قسمت صنایع دیسی و زیورات فعالیت میکنیم و الحمدلله بیش از 200 خانم همراه ما همکار هستند و تمام هدف ما این هست که ما بتونیم صنایع دیسی و هنر دست زنان افغانستان را نه تنها در افغانستان بلکه در جهان بتونیم به نمایش بگذاریم. ما تا امروز افتخار از این داشتیم که بیش از 30 نمایشگاه بین‌المللی را اشتراک بکنیم و همچنان در داخل افغانستان نمایشگاه‌های ولایتی هرات، مزار شریف، بامیان و همچنان در کابل که تمام نمایشگاه‌ها را حضور داشتیم و پیشتر سوال کردیم در مورد از این نمایشگاه. این نمایشگاه اولین و بزرگترین نمایشگاه توسعه تجارت در افغانستان هست که ببینین کار تجارت یا صنایع دیسی یا هر محصولی که کسی تولید میکنه به این معنا نیست که او تولید بکنه و در جایگاه خودش باشه، در یک محدوده خرد باشه. هر نمایشگاه میتونه یک قدم بزرگی برای یک بزنس باشه. وقتی ما در اینجا میایم هدف ما فقط این نیست که ما فروشات بکنیم، ما هدف ما است که ما روابط پیدا بکنیم. در تجارت هم اولین چیزی که مهم هست روابط هست. ما اینجا میخوایم که روابط پیدا بکنیم. یقینا وقتی روابط پیدا شد بازار جدید پیدا میشه، مشتریای جدید پیدا میشه و از همه مهمتر ما میخوایم که برند خود را به نمایش بگذاریم که یک کار خاص است. شاید در داخل بازار شما یا مثلا مشاهده کرده باشین تمام صنایع دیسی افغانستان دقیقاً مختص به هر قوم هست، در روی بازار یک چیزی عامیانه شده. ما اومدیم یک چیزی را، کاری که ما میگیم خاص، یک کاری را انجام دادیم که بین سنتی و مدرن ما یک چیز را تلفیق کردیم و یک سبک خاص خود داریم.